خدا امیدوارم که حالتون عالی باشه. من حبیب قایدم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. خوش اومدین به ویدیوی دیگر کانال HBA تایم. بچه من آراد تکانو هستم. بچه امروز یه موضوع ویدیو رو خودت بگو. بچه ایلت ماشین داریم. بچه ایلت ماشین داریم. بچه بریم سراغ ادامه ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره یه دست کاتش کنم. خب بچه‌ها قبل از همه چیز لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. اول آخر نه. اول وسط و آخر ویدیو چک کنید که لایک ها سابسکرایب مونده که سرچ کنید. بچه‌ها حتما اسم HBA تایم و حبیب قایدو رو سرچ کنید بالا که از اونجا ساب کنید که حساباتون نپره. خب بچه‌ها عاشقتونم. بریم سراغ ویدیو. موضوع ویدیو چیه؟ بابا بذار من بگم دیگه. مگه موضوع ویدیو تو میدونی؟ آره بچه موضوع ویدیو این چیز که اسمش چی؟ آقای فیلم بردار ناموس پیدا کنیم و بخوریم. آقای فیلم بردار خوراکی ها رو برام قایم میکنم. ما هم چشمون رو میبندیم. بعد از 20 ثانیه ما میریم خوراکی ها رو پیدا میکنیم. هر کی زودتر خورد اون برنده است. بچه بریم سراغ. خب بچه ها، من به عنوان فیلم بردار اومدم تا اینجا خوراکیاشون رو قایم کنم. حالا امیدوارم که دیر پیدا کنن. آقا نمیشه، الان تموم نشده. باشه آقا بریم. آقا نمیشه ناموسن، نمیشه، نکن. خب بچه ها ببینید یه دقیقه مشکل پیش اومد. خیلی سریع ما باید خوراکی ها رو قایم کنیم و اما آخرینش رو میذارم اینجا. خیلی خوب بچه ها بیاید. بچه بریم. قایم کرد هر کی زودتر پیداش کنه و بخوره اون برنده باشه. الله اکبر. این نزدیکیش. آراد جانک گوشت فرار کردی؟ کسافت این دیده به قرآن از این دیده کجا گذاشته بودی؟ آره این دیده از چشاش معلومه دیده. فیلم بردارم میبندی؟ خود چطوری یه دفعه اینجا رفتی بودو میری اونجا؟ امکان نداره. یه نه دیگه خوراکی مونده اون کجا؟ یه خود بخور. نه ای آقا به منم ناموسا نگه. بچه ها ما چیز نکنین بعدش به فیلم بردار بینیم بخوره. آه جان آقا ناموسن صدا ماشینانی؟ کسافت کجا گذاشتی خوراکی؟ چرا همه تو جوب خوب قایم میکنی تو؟ تو جوب قایم نکردم. دهن تو سرویس. آمین. آراد در حال جستجو. دین. آه خیلی بهش نزدیکین. چقدر کنزنید. نزدیکی برام بهش؟ آره من حرف بزنم. اسمارتیت رو کجا قایم کردی؟ نه در حال جستجو. دین گفتی ما بهش نزدیکیم درسته؟ الان نزدیکین. الان نزدیکیم؟ خاک بر سرتون. خیلی روبروتونه دیگه، واقعا روبروتونه. اونم نشونش خیلی احمقید. بابا یارو روبروی هر دوتونه. آقا من این دقیقه ویدیو رو کات میزنم یه ذره گریه کنم. بگردید.
ناموسم بگردید تو الان رفتم لعنت سرویس فیلم داد. چی؟ لعنت سرویس فیلم داد. کارت دارم آقای حبیب به من بده این کثافت. ولی کجا گذاشتی؟ دهنت سرویس. ای وای بچه خیلی کنزنی واقعا. بچه یه ماش. من یه ماش بهتون بدم. ماشالله آقای کنزه اوکی حالا ناموسم بدم بچه من سه تاشو پیدا کردم. ریدم تو مغزت. بچه به خاطر اینکه دلش بچه اونجا کجا بود قایب کرده بود خب. بچه با فیلم بردارم میدم. دو تا دونه چوب چورم بشتم. کثافت میخوای همه رو دیگه. بچه من قبل از همه چیز یه ماش بهتون بدم. حبیب نکن نکن که ایدان معلومه. اما مردم من استغفرالله نیستن که نگم دیگه بخورش. غذای تو دسته میزنمش ناموسن یه دونه چوب شد بچه گربه محله به گربه رو دیگه چی رو تازه چیز زاییدنش گوشنه در رفته یه دونه بده یه نر دیگه بده به قرآن. یه نر با پیدا کردم. آها راستی باید تو میرم. تو تمام نشده میتونم واسه بگیرم. به خدا همینه قانون باز. آقا من ویدیو رو کات میزنم یه بار دیگه بگو چی گفتی الان بچه رفتم تو خونم. ماشاءالله اینم بچه محل بود که بیا افتاد تو بیرون ویدیو. بیا بیرون بیا. ناموسن آراد رو نگاه کنی الله یه تورک آراد خیلی گشنه بیا بیرون نه نمیگیرم بیا. بیا داشت نه تو سرش بودی نه تهش نه روش اگه پیاز رو میگم نکن بله. خدایی تو خونه قبول نیست. اولی بازی من خودش نگفتش تو خونه قبول نیست. ناموسن یه دونه بده منو حبیب بده آراد بده آراد تو خیابون افتادم دنبالت آره گشته های کربلا یه دونه هم من بچه ها پیدا نکردم این بازی. منو بگیر خب. آقا بچه باید از صدا تا الان شناخته باشید ولی من اسممو نمیگم من واقعا ریدم. و اینکه من بغلشم. دو تایی اونو بگیری دسته. این من بغلشم این داره میخورش ولی من نمیخورم. چیو؟ اوکی بستگی داره ویدیو رو باز کن. بچه ها چطور دهنی و یکی نخوره چیه؟ آره فقط لجن نمیفهمن ناموسن بچه هر سوالی داشتین تو کامنت از همون بپرسین. منتظر آرادم رفته دست صورتشو بشوره بیاد که خداحافظی کنه باهاتون دورتون بگردم. همتون عشقای منید. خیلی دوستتون دارم. بچه منم عاشقتونم تک تکتون یادتون نره. قربون همتون. لایک و کامنت ها رو بهتره کنید زنگوله رو فعال کنید عشق منید و بریم بخوریم. آرادم یه بایی اینجا زد آراد خداحافظی کن آراد خداحافظی کن. چی بکنیم؟ بچه بخور. بستگی داره چی بخوای بخوریمش؟ ها چی ولش کن خداحافظی کن. تو لاله هستی یا این بخوریم؟ آراد خداحافظی کن عجب. بچه خداحافظ تا ویدیو دیگه. بچه همتون رو دوست دارم. دورتون بگردم. ویدیوی بعدی همینجوری شاد پرنرژی و خفن بمونید بچه ما حبیب خیلی خره. خب به تو یه خداحافظ. نه